و اما الذين فسقوا، هرچو کسانی که خارج شدن از طاعت الله، فمأواهم النار، جای باششان آتش است. کلما ارادوا، هرگاه که اراده میکنه می جهنمیا یخرجوا منها، که برایند از می جهنم، اعیدوا فیها، بازگردانیده میشوه دین می جهنم. و قیل لهم، گفته میشه برشان، ذوقوا عذاب النار، بچشی عذاب آتش، الذی، مو عذاب را کنتم بی، که شما بوده با این عذاب تکذبون، نسبت دروغ میکرده. میگفتی عذاب کجاست، کتاب کجا، حساب کجاست، چی ضرورت است، شما دیوانه شده. ولنذیقنهم، الله میگه نه، من میچشانم میارم، من العذاب الادنا، از عذابی که اندک است یا نزدیک است، اردو معنا درست است. دون العذاب الاکبر، سوا غیر از عذاب بزرگ. لعلهم یرجعون، بخاطر که مردم باز بگرده، از خواب غفلت خود بیدار شوه، آلی بدانند که ما کدام طرف روان هستیم، چی مسئولیت داریم. الله اکبر. این دیگه تنبیه، دیگه نوع تنبیه، دیگه نوع آگاهی. یکی آگاهی خود قرآن، پیغمبر، عقل، همه گپا. آگاهی که گاهی الله برای ما عذاب ادنا را میچشانه. عذاب ادنا عذاب دنیاست. تکلیف و مشقت، رنجی که در دنیا میبینی، این عذاب ادناست. نزدیک است، چرا عذاب آخرت خود تا قیامت نشوه نمیه. و این کم است به نسبت چی؟ عذاب آخرت. خود تعبیر چطور تعبیر است؟ الله میگه میچشانم، یعنی این تکلیف ها و هر نوع تکلیفی که در دنیاست، این حیثیت چی را داره؟ چشیدن که اندک است. الله نگاه کنه از او عذابای بزرگ. وقتی که تکلیف برات در دنیا میه، بدانی اول خوب باید تو بدانی که عذاب بسیار سخت است، انسان تحملش نداره. یک مریضی بر انسان پیش میشه، هیچ راحت برات حاصل نیسته. حالا در دکتر برو، اقارب دگرد تست تو را تسلی و دلجویی هم میکنه، پرستاری هم میکنه، لیکن قید استی. حالا کی سرم درد کرد، که حالا گوشم درد کرد، که حالا وی 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 وی، که حالا قلبم گرفته شد. دو عذاب الله تبارک و تعالی که نه دکتر است و نه پرستار و نه کسی قطعی بری تو حوصله بده، اونجا چطور میکنی؟ باز عذاب الله و عذاب دنیا مقایسه کن. در دنیا که الله ما را عذاب میده، بعد آگاه شویم، لااقل بفهمیم که عذاب چی را میگه، و بازی عذاب حیثیت چشیده نداشته باشه، که تو اراده میکنی برای، او باز برات میگه نه در اینجا هستی. الله چرا الله یه حالت مصیبت و تکلیف سر ما میاره؟ لعلهم یرجعون، بخاطر که مردم باز بگرده طرف حق، از همون گمراهی، از همون مستی خود به هوش بیایند، از همون خواب یا غفلت خود بیدار شوند. مردم در خواب غفلت است، شب بروز دویدن است، نه حلال نه حرام فکر کردن است، هوا و هوس بازی است. الا در برفا خیرت است، روان است موتر چینام بسته کده، خیرت است. میریم ماهی خوری، در کجا؟ در تنگی سیاد، در اونجا میریم. عجیب گپ است. این نفس خود خیلی محترم ساختی، دمی تو روزای سردم بردیش اونجا ماهی دادی، خود در روح یک روز ماهی ندادی، در روح یک روز آیت قرآن نشنواندی که روح هم تازه میشد. و من ازظلم، کیست خیلی ظالم من از او کسی که ذکر، نصیحت برش داده میشه، به آیات ربی، به آیات پروردگارش، به قرآن نصیحت داده میشه که بیا، ثم اعرض عنها، باز رو گردانی میکنه ازی، نه برو من مسلمان هستم، دستی راست و چپی خودم میشناسم، حلال و حرام میشناسم، کاری ندارم. نعوذ بالله. اعراض، تذکیر با آیات الله نمیره میگه. ترجمه قرآن شروع میشه، مردم نه دمی مسجد شروع میشه، اهالی همی مسجد باشه، یک روزم در قرآن ننشسته، چند دوره در این مسجد شده باشه، از پیش سوال کو که تو در اینجا بودی، یک روز در درس قرآن نشستی؟ نه. الله خو میگه که برای تو به قرآن نصیحت داده میشه، تو کجا بودی؟ انا من المجرمین، الله میگه ما از طور مجرما منتقمون، انتقام گیرنده هستیم. این کتاب الله برای چی آمده بود؟ تو خیر است اینجا نشستی، در جای دیگه در کدام دوره قرآن بود رفتی؟ نه، در اونجا نرفتم. ما نیاز نداشتیم. نیاز در چی داریم؟ در انگلیسی خواندن داریم. وای نیاز به او زیاد داریم. نیاز به چی داریم؟ فرانسوی را بفهمیم که بورس فرانسه برای. ولقد آتینا، من نمیکنم بورس را، خدا پهلوی تمامی علوم، تمامی کارا ضرورت به قرآن داریم، ضرورت به ایمان داریم
که اگر دکتر باشم دکتری متدین، فرق بتانم که کی نظرم حلال است کی نظرم حرام است، دستم در کجا بخوره درست است او نادرست است. انجینر باشم بفهمم که اینجا خیانت به ملت میشه یا خدمت به ملت میشه. اگر ما انجینرها، دکترها، وزیرا، رئیسا، مشاوره متدین می داشتیم، آل افغانستانی تو رابط میشد، مسلم مکمل قصر جور میشد. خب با تاسف همه چیز داریم، عقیده وجود نداره، باورهای قرآنی وجود نداره که کل دوایر ملوث به رشوت و به خیانت است. سر و صداها در رادیو و تلویزیون ها بالا میشه. افغانستان نام پیدا کرده در چیست؟ فسادی بگه اداری. اول نمره میشه انشالله. یکی خدا چی میگه؟ در ستاره افغان اول نمره شد، رقاصه پیدا کرد، مردم بم اتم جور کرده رایسته او یا رقاصه پیدا کرده رایست، او را با ستاره افغان نام میمانه. لعنت الله سرتان نیست. ولقد آتینا موسی الکتاب، بله الله داستانای انبیاء علیهم السلام سر ما میشنوانه، برای ما نصیحت میکنه. اینی نصیحت است. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ما داده بودیم به موسی علیه السلام الکتاب تورات، فلا تکن فی مریة من لقائه، نشو تو ای پیغمبر علیه السلام فی مریة در شک من لقائه از روبرو شدن با موسی علیه السلام. پیغمبر علیه السلام بالکل روبرو شد با موسی علیه السلام، با تمام انبیاء علیهم السلام که در عالم مثال، یعنی در عالم ارواح الله کلی انبیاء علیهم السلام آورد. یک عیسی علیه السلام که به وجود اصلیش بود، دیگه کلش در عالم مثال. نماز خواندن به امامتی کی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و امام اعظم محمد رسول الله است که کلی انبیاء علیهم السلام اقتدا پشتش کرده، کلی انبیاء علیهم السلام. الله اینجا وقت وعده داده بود تو شک نکنی در روبرو شدن با موسی علیه السلام. هیچ ضمیر راجع به موسی علیه السلام کردم، یک معنا. دوم، ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ما داده بودیم به موسی علیه السلام تورات، فلا تکن تو نشوی فی مریة در شک من لقائه از روبرو شدن به مثل کتاب تورات که قرآن است. بالکل لقا اینجا به معنای گرفتن است، از گرفتن قرآن کریم که مثل کتاب تورات است. موسی علیه السلام کتاب داده بودم، برای تم کتاب میدم دیگه. ولقد آتینا موسی الکتاب، داده بودیم به موسی علیه السلام تورات، فلا تکن تو شک نکنی، تو نباشی فی مریة در شک من لقای از روبرو شدن به الله تبارک و تعالی. در معراج بالا میشی، الله مثل که موسی علیه السلام قطش تکلم کرده بود به امرای الله در کوی طور، تم کلام میکنی در سدرة المنتهى امرای الله تبارک و تعالی. هر سه معنا بالکل درست است. اینجا توجیهات دیگه هم است، امی سه را کردم دیگه. چهارم توجیه را میکنم. ولقد آتینا موسی الکتاب، داده بودیم موسی علیه السلام کتاب تورات، فلا تکن تو نشوی فی مریة در شک من لقای از آن چیزی که روبرو شد موسی علیه السلام. با کدام چیزایی که موسی علیه السلام روبرو شده امور توم در خود درس بگی. تورات آورد، قومایش چی کرد؟ علمایش تورات تحریف کرد، آرای خود داخل کرد، تورات در تاق مانده شد، نظریات در بین مردم شیوع پیدا کرد. قوم علما و پیرا را ارباب جور کرد، حلال کننده و حرام کننده. امتی تو امیطور میشه، امیطور ملا پیدا میشه، دکانداری از قرآن جور میکنه، احکام قرآن پنهان میشه، گفته نمیشه، تحریفات شروع میشه. نعوذ بالله. تحریفاتی چی؟ در قرآن خود دست زده نمیتونه. خو لیکن تحریفات چی رو میگه اینجا؟ قرآن یک کتابی هست که باید کسی که 14 فن خوانده باشه باید ترجمه کنه. دیگهش میگه نه قرآن قدر علم داره، ایره هر کس حاصل نمیتونه. نه این کاری دیگه کس است. باز چی میگه؟ قرآن خو این علم ظاهرش خو معتبر نیست، علم باطن داره. یکی از علامات امی جماعت های و گروپ های گمراهی نمیسته، میگه مردم ها ملاها که هسته علم ظاهری را یاد داره، ما علم باطنی. قرآن هم ظاهر داره هم باطن داره، باطنش ما میدانیم. ما از پیشید سوال میکنم جناب پیر صاحب، تو که علم باطن داری در روایات حدیث برات آمده یا نه آمده؟ ما از تو سوال دارم، پیغمبر میفهمید یا نمیفهمید؟ اگر پیغمبر میفهمید برای ما نقل نکرده، باز خو خیانت در وحی الله کرده. نعوذ بالله. اگر پیغمبر برای ما رسانده، بکش سندیشه. کی برای ما رسانده که علم باطنه؟ تو از کجا یاد گرفتی؟
بله وسوسه های شیطانی در قلبایتان به خاطر رواج دادن طریقه هایتان غلط آیات ها را تشریح میکنه. تشریح چطور میکنه؟ اینجا چی میگه؟ تقشعر منه جلود الذین، اینجا اونجا خب مویا میخیزه از ترسی که قرآن خوانده میشه، بدن نرم میشه، مویا میخیزه. و چی میگه؟ میگه میخیزیم اینا ها یوهوی میکنیم اون طرف میغلطیم، اونطوری کارا را میکنیم. چرا؟ در قرآن میگه آمده وی در قرآن آمده. بله الله تبارک و تعالی با پیغمبر گفت تورات به موسی علیه السلام داده شد، آن چیزی که او برش روبرو شده تو روبرو میشی. قرآن که میاری به مردم اینطور نیست که مردم بپذیره. مجنون، شاعر، ساحر، کاهن، هر چیز برات گفته رایسته. پیغمبر گفت یا نگفت؟ این از خود جور کرده. امروزم دیگه مولا را کس کار نداره. ما براتون این تضمین میدم برید در منبر رقم گپا بزنید. افغانستان خونه دعوای مهدویت و پیغمبری هم که کس میکنه هیچ کس برش غرض نداره. خو لیکن اگر در سر منبر عقیده توحید الله را بیان کردی باز میبینی، باز بوجیای وهابیت میبینی که در جان دیلا میکنه. الا میکنه یا نمیکنه که هر کی وهابیسته که هر او برادر وهابی چی را میگه. دینمی جمعه یک ملا اونجا آمده بود در خودش در صف خسته در خطبه جمعه مرا میگه تو مردم گمراه میکنی. الله برای ما حوصله نصیب کرد الحمدلله. ما گفتم بگو چیزی که بگو دیگه صحیح کنه. این گپا میگه خب چرا گمراه میکنی؟ ما چی بیان میکنم؟ دیگه مولا را چرا نمیگه؟ اگر ما قصه یوسف و زلیخا را شروع کنم خب بگوی 20 مواردی غلط هم داشت داخل کنم، بسیار خوب مولا صاحب است. اگر ما اونجا گپای خیالی و دروغ حکایات دروغ بگویم که فلان استادم قصه کرد که یک ولی بود، عجیب ولی بود. چی رقم عجیب ولی بود؟ بسیار عجیب ولی بود. والا یک دفعه رفتیم کلگی گشنه بودیم، امونجا در دل ما کباب شد. امی که رسیدیم که کباب آمد خورده نتونستیم. مردم چی میگه؟ یک قدر مولای مذهبیست میگه یک خوب ملاست خلاص. اگر گفتم که سر دیوال سوار شد چوکت حرکت کرد خب ملاست. اگر گفتی که همه اختیارات در پیش الله است بس دیگه دشمنیت است. قرآن برات میگه و جعلناه هدی لبنی اسرائیل، ما گردانیده بودیم کتاب تورات برنامه هدایت برای بنی اسرائیل. یک کتاب تورات برنامه هدایت برای بنی اسرائیل بود. قرآن براتان میگه هر جماعتی سابق که هدایت یافته شده توسط کتاب آسمانی شده. تورات سرمایه و سرچشمه هدایت بود. و جعلنا، ما گردانیدیم منهم از زمین بنی اسرائیل ائمتا پیشوایا یهدون به امرنا که و هدایت راهنمایی میکردن به امرنا به دستورات ما، لما صبروا عمل میکردن به دستورات ما، لما صبروا هرگاه که صبر کردن او وارا پیشوا گردانیدیم مفتاصل نشده. زمانی که عقیده توحید الله را بیان کردن و صبر کردن با واسطه که مردم وارا بد میگفتن وارا پیشوا گردانیدیم. در امت تو هم پیشوا کسی میشه که دعوت حق میده و صبر میکنه. و کانوا بآیاتنا یوقنون، بودن به آیات ما خب یقین داشتن. ما یقین دارم که عزت پیش کیست؟ الله تبارک. کل افغانستان مرا وهابی بگوید تاپا بزنه بیخی چاپ کنه در مجلا، به الله قسم پروایش ندارم، هیچ پروایش ندارم چاپ کنن بیخی. خب و کانوا بآیاتنا یوقنون، با آیاتای ما یقین داشتن. ان ربک هو یفصل بینهم، بله در دنیا خیلی اختلافات می باشه، هر کس خدا حق می تراشه، گروه بازی میشه، لیکن الله تبارک و تعالی میگه روز فرا میرسه که اونجا فیصله صورت میگیره، حق و باطل نمایان میشه. ان ربک، یقینا پروردگار تو، هو همی پروردگار، یفصلو فیصله میکنه، بینهم در بین کل مخلوق، یوم القیامت در روز قیامت، فی ما در او موضوعاتی که کانو بودن، فی در او موضوعات یختلفون اختلاف میکردن، اونمو اختلاف میکردن او را فیصله میکنه. در دعا پیغمبر علیه السلام میگه اللهم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة رب كل شيء ومليكه انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه
يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم. این دعا بسیار ضروری است. همیشه این دعا را بکنی الله در او امری که خلاف هستن در حقش الله آدم چی میکنه؟ هدایت میکنه. این دعا را بکنی وگرنه اختلافات خیلی زیاد میباشه، آدم متردد میباشه. اولم یهدی لهم، آیا برشان علم حاصل نشده؟ اینجا یهدی به معنای علم است. اولم یهدی لهم، آیا علم برشان حاصل نشده، معلوم نشده برشان؟ کم اهلکنا من قبلهم، چقدر هلاک کردیم پیش از یا من القرون، از قرنهای سابقم، مردم هایی که در تاریخ سابق زندگی میکرد. یمشون فی مساکنهم، که گشت و گذار داشتن در آبادی های خود، در جایی که سکونت میکردن، خب کش و فش و تو بالا داشتن، لیکن کجا شدن؟ این فی ذلک لآیات، یقینا در این قرنهای سابقه که از بین رفته دلایل قدرت الله است، نشانه های توحید الله است، نشان عبرت های کامل است. افلا یسمعون، چرا نمیشنون قرآن که داستانای پیغمبران بشنوه؟ آیا نبود در قصر کی گشت و گذار داشت؟ در قصر کابل کی گشت و گذار داشت؟ کی تو بالا میشد؟ کجا هستن؟ نام و نشانش هست؟ نه نواسه، نه کواسه، نه بچه، نه اولاد که جور کرده بودی قصرها را، حالی که دیش میشینه. بله قرآن خب نصیحت ها برای ما میکنه. خود میبینیم که کدام مردم چه قسم شدن، کدام طرف رفتن. بازم تو نمیدانی، بیدار نمیشی، باز از عمرت استفاده نمیکنی، بازم مسئولیتیت نمیشناسی، باز مسیری خود نمیشناسی که کدام طرف روان هستی. اولم یروا انا نسوق الماء، آیا یا نمیبینن که ما روان میکنیم آب الی الارض الجروز، به سرزمینی که الجروز خالی از گیاس، خشک است. فنخرج به، پس میکشیم توسط اینمی آب، زرعا کشته، تاکلو که میخوره منه از او کشت، انعامهم چارپایایشان، و انفسهم خودشان از میوه ها. افلا یبصرون، چرا نمیبینن قدرت الله تبارک و تعالی را؟ اشاره به چی میکنه؟ ما در زمین خشک روان میکنیم آب، قطع آب زمین خشک تر و تازه میگردانیم، او ثمر بخش میشه، گیاه میده، میوه میده. بله قرآنم آب حیات قلب هاست. این را روان کردیم در قلبای خشک. قلب ما چیزی را یاد نداشت، نه قبر میشناختیم، نه جنت، نه جبریل میشناختیم، نه میکائیل، نه توحید، نه هیچ کدامشه. الله تبارک و تعالی قرآن روان کرد، توسط از او قلبای ما یک تیکه باغی پر میوه گشت. حالی میوه هایتان تقسیم کنه که مردم خواست پیشش استفاده بکنه. موحدین، کسایی که در ترجمه قرآن شریک میشه که دیگه کس دعوت نده، دیگه هیچ خدمت قرآن نکرده. چرا؟ قرآن نمی قسم آب حیات است که باید ثمرت به دیگه کس برسه. و یقولون متی هذا الفتح، میگویند ای کفار کی است ای فیصله، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگه کی است، بیا که فیصله شوه. وقتی که زیاد برشان دعوت داده میشه و برش میگه که سعی کنه عذاب الله میاد، بیار الله فیصله کنه میالی. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یوم الفتح، روزی فیصله، لا ینفع الذین کفروا، نفع نمیده به او کسانی که در دنیا کفر ورزیدن، ایمانهم تصدیقشان، آلی اگر ایمان میاره، آلی اگر تصدیق میکنه. این بی وقت تصدیق کردن است، مثل فرعون واره. وقتی که چی شده موج بحر فرا گرفت، چیخ زد که ایمان آوردیم به مو اللهی که بنی اسرائیل ایمان آورده. ولا هم ینظرون، برشان مهلت هم داده نمیشه که باش یا توبه بکشه، ایمان بیاره، باز بعد از او از بین برن. فاعرض عنهم وانتظر، دوری مکیست، سر و صدا و هیاهوی خیلی زیاد است. سر پیغمبر تاپه زدن است. قرآن چی دستور میده به پیغمبر؟ فاعرض عنهم، روگردان شو از یا دگه پای از یا گوش نگی، اعتنا نکو. مثل که عالی کسی که نو موحد میشه در خاندانش، در قریش، ملای مسجد، هر کس، اما کاکا ماما، او گمراه شده، او وهابی شده، او اینطور شده، تو ایج دقیسش نشو. فاعرض عنهم، روگردانی کو از وا. بله وانتظر، انتظار بکش. تو همه پیغمبر علیه السلام انهم منتظرون، یا انتظار میکشه، تو انتظار بکش که صحنه و این حالت باقی نمیمانه. روز فرا برسه که مردم تو را قدر و تعظیم کنه، قدر دوستی و محبت قطعی تو داشته باشه که پرسان نکو. برادری خود او قدر و عزت نده که تو را قدر و عزت بده، خود تو انتظار باش دعوتی تا ادامه بده.
دعوت یا انتظار بکشن از عذاب الله که چه قسم مغلوب میشه. این کلمه عادی نیست، این دعوت عادی نیست. این روز فرا میرسه که منطقه را مکمل چی کده؟ بگوی زیر آورده و غالب شده و بالکل غالب میشه. حق هر کس میپذیره. حق میپذیره نمیپذیره؟